سلام، من دکتر نوید خپلواک هستم. بحث امروز ما خیلی مفید و خیلی مهم است. خطرات مدهش و کشنده که از دود سیگرت متوجه سیستم تنفسی ماست. خب اگر اعتیاد به سیگرت داریم و از سالهای سال سیگرت میکشیم، باید متوجه باشیم که بدون شک صدمات جبران ناپذیر را به شش و تمام وجود خود وارد ساختیم و آسیب هایی که به قسمت های مختلف وجود رسیده. اگر توقف نتیم کشیدن سیگرت، دخانیات، قیلون، چرس و امثال از اینا را بالاخره گزیر ناگزیر به سرطان های برخواسته از نواحی مختلف وجود باید روبرو شویم. تا این حال ضوابطی که موجود است بیشتر از 70 نوع کارسینوژن types of کارسینوژن در سیگرت یا دود سیگرت کشف و تشخیص و تثبیت شده. کارسینوژن چی را میگه؟ موادی که کنسر یا سرطان به وجود میاره. هر سرطان وجود وقت مطالعه میکنیم در ایتیولوژی یا در علت، اولین چیزی را که با خود داریم سیگرت یا سموکینگ. سموکینگ تنها منحصر به سیگرت نیست. قیلون، چلم، هوکه، چرس، همه از اینا بالاخره سبب بروز بیماری های گوناگون در تمام قسمت های وجود، خصوصا جهاز تنفسی ما میگرده. خب اگر سیگرت میکشیم، دود میایه به تراکیا یا قصبت ریه. از قصبت ریه به شش و از شش به بالاخره به کیسه های هوایی. مواد نشاوری که در اینا موجود است از کیسه های هوایی ما داخل جریان خون میشه، blood circulation، و از داخل جریان خون بالاخره میره و سیستم عصبی مرکزی را متاثر میسازه و خمار تبدیل به نشه میشه. اوکی، این خو تنها علت است که به خاطرش خدا به قدر خطر مندازیم. در هر نقطه از وجود وقت دود، غبار و ای کارسینوژن ها، ای مواد مضر و سرطانزا اگر میره و مواجه میشه، در اونجا تکلیف به وجود میاره. مثلا تراکیادر قصبتوریه چی را میتونه به وجود بیاره؟ ما اگر قصبتوریه را مطالعه بکنیم تحت میکروسکوپ، اینو تو یک ساختمان داره. حجرات مخاط کالامنر اپیتیلیل، سودو ستراتیفاید کالامنر اپیتیلیل و لمینا پراپریا که هایلی واسکولار از رگهای خون داره و در پهلوی رگهای خون کنکتیو تیشوز یا انساج ارتباطی موجود است. اینا گابلت سلز یا حجرات موجود است که سبب تولید میوکس یا خلط یا بلغم میگرده. اما قسم لایه پایینیش به نام سب میکوزا یاد میشه که در اینجا هم رگهای خون، عضلات لشم موجود است و لایه بیرونی سیروزا که شامل کارتیلیج بیشتر غضروف در اینجا جابجا شده. اینو تو یک نقطه از این تراکیا را اگر فرضاً مطالعه بکنیم، اینو تو یک ساختمان رو به خود تحت میکروسکوپ میگیره. به هر حال وقت دود سیگرت، کارسینوژن ها و مواد مضری که در سیگرت است بار بار به داخل تراکیا یا قصبت ریه میشه، حجراتی که در اینجا موجود است اینا را آسیب میرسانه. چگونه؟ خب بار بار وقت مواد اجنبی در سیگرت داخل جریان خون شد، سیستم دفاعی ما دست به کار میشه، ایمیون ریسپانس، و باید از خود دفاع کنه در مقابل موادی که توسط سیگرت به دود سیگرت به داخل وجود آمد. حجرات سیستم دفاعی چون لیمفوسایت، چون نیوتروفیلز، اینا همش حجرات سیستم دفاعی هستن.
اینا فعال میشه، دست به کار میشه و مهاجمینی که توسط جناب یا کسی که سیگرت میکشه به داخل وجود آورده اونا را باید تخلیه کنه. ماست سلز، حجرات به نام ماست، نچرال کلر سلز یا انکی سلز، همه از اینا اجزای سیستم دفاعی ماست. وقتی فعال شد یک سلسله تولیدات میکنه، ترشحات میکنه. سایتوکاینز از جمله ترشحات است که توسط از این حجرات صورت میگیره. انزایم هایی که به نام پروتیز یاد میشه و پروتین های را مورد حمله قرار میده، اینا ساخته میشه توسط سیستم دفاعی ما. انترلیکوین 4، انترلیکوین 8، انترلیکوین 5، اینا مواد است که تولید میشه توسط حجرات سیستم دفاعی ما. ای که چرا تولید میشه ایره برتان بعدا مفصل میسازم. تیومر نکروسس فاکتور یا TNF، وقتی اینا توسط سیستم دفاعی تولید شد، همه از اینا میره و حمله میکنه بالای مواد اجنبی که توسط سیگرت به وجود آمد، توسط سیگرت به داخل وجود آمد و اینا را به نام پرو انفلمیتری یا انفلمیتری میدییترز یاد میکنه. یعنی زمانی که سیستم دفاعی ما این مواد تولید کرد، در یک جای از بدن باید التهاب به وجود بیاید. او کجاست؟ به ضد جایی که تولید شده و این انفلمیشن اول در ترکیه یا قصبه توریه به وجود میاد. خب بیشتر کسایی که سیگرت میزنه تخریش گلو داره. این تخریش گلو اگر بار بار توسط سیگرت و مواد موجود در سیگرت به وجود میاد، بالاخره هایپرترافی یا کلان شدن حجرات، هایپرپلیزیا بیشتر شدن حجرات، متاپلیزیا و دیسپلیزیا به وجود میاد و بالاخره تا سرطان ها خود میتونه برسانه. تنها معضله در ترکیه یا در قصبه توریه خلاص نمیشه. وقتی این مواد کارسینوژن یا دود سیگرت و کربن و مواد زهری که در بینش موجود است بر مدت طولانی به داخل شش میایه. در پهلوی امراضی که در قصبه توریه یا ترکیه به وجود میاد، در شش هم انواع مختلف از بیماری ها را به وجود میاره. مثلا COPD، بیماری انسداد مزمن ریوی که شامل دو حالت است: کرونیک برونکایتس یا التهاب مزمن برونشیت، برونکایتس یا برونشیت مزمن، و امفیزیما. در اینا چی صورت میگیره؟ راه های هوا بند میشه، نه از بیرون به شش هوا به خوبی میایه و نه از شش به بیرون هوا به درستی مبرایه. اینا توسط سیگرت به وجود میاد. البته میکرز میشه بعدا خلاصتر میسازم که چگونه به وجود میتونه این تکلیفا رو به وجود بیاره. برونکیال استما، آسم یا نفس تنگی مزمن توسط امی مواد به وجود میاد، توسط مواد که در سیگرت است. برونکایتس، برونکیکتیسز از جمله تکلیف دیگه است که بلغم بیشتر تولید میشه در سینه، خصوصا در توسط حجرات گابلت و غدوات میوکس. خب انواع حساسیت ها یا الرژیک ریاکشنز یا الرژیز توسط سموکینگ اینا به وجود میاد. خب قبلا گفتیم که وقتی در دود و غبار سیگرت مواد به داخل چشم ما میایه و از اونجا بالاخره به داخل جریان خون میایه، سیستم دفاعی وقت فعال شد، چگونه این حجرات سیستم دفاعی یا عساکر سیستم دفاعی اینا اتومات توسط بدن خود ما فعال میشه و تولیداتی که دارن به نام سایتوکاین، پروتیز، انترلیوکین، همه از اینا به نام انفلمیتری میدییتر زیاد میشه. اینا دست به کار شده و میاین به جایی که این مواد مخرب موجود است. خب
قبلا گفتیم که در اینجا حجرات به نام گابلت موجود است که سبب تولید میوکس یا خلط میگرده. اولین کاری که میکنه سیستم دفاعی ما سبب میشه که حجرات گابلت میوکس یا بلغم بیشتر تولید کنه. خب دوام از این حالت میتونه هایپرپلیزیا را به وجود بیاره. امی حجرات که بلغم تولید میکنه تعدادش زیاد میشه. چرا باید تعداد زیاد شود؟ چون بار بار سیگرت میکشیم و مواد مخرب به داخل شش خود به داخل وجود خود میاریم. غدواتی که بلغم تولید میکنه اونا هم باید کلان شود، چون دیگه تولیدات بیشتر کار است تا این وضعیت مهار کنیم. هایپرترافی صورت میگیره. هایپرترافی یعنی در اینجا اگر ببینیم کیسه هوایی، این قسمت فرزن اگر مطالعه میکنیم، ببخشید، در داخل ای پایپ که هوا را انتقال میده، از یک طرف حجراتش زیاد شد، این قدر ساحه را تنگ ساخت، از طرف دیگه غدواتش کلان شد، ساحه را تنگ ساخت، از طرف دیگه میوکس یا بلغم تولید شد توسط ای حجرات. ای بلغم در سرش افتید و دیگه را مزدود ساخت. همیست که در هر قسمت از شش ای وضعیت، دوام ای وضعیت چی را به وجود میاره؟ obstructive lung disease. obstructive lung disease یا امراض انسدادی. obstructive lung disease، انسداد، مسدود شدن. در مقابل چی مسدود بشه ایراها؟ در مقابل هوا. خوب وقت هوا به داخل وجود نامد، دسنیا یا نفس‌تنگی به وجود میاد. وقت نفس‌تنگی به وجود آمد مجبور هستیم تیز تیز به زور هوا را کش کنیم. خسخس سینه یا ویزینگ به وجود میاد. ویزینگ. از طرف دیگه بلغم بیشتر تولید میشه و این بلغم توسط سلفه به بیرون باید انتقال شود. کف پلس سپوتم. چست تایدنس یا احساس تنگی قفس سینه یا فشار روی قفس سینه را احساس میکنیم. همه از اینا در obstructive lung disease به وجود میاد، در امراض انسدادی. اولین علت امراض انسدادی کشیدن سیگرت است. بیشتر از 90% توسط سیگرت، خیلون، چرس و محیط آلوده به وجود میاد. در اینجا هم ماجرا خلاص نمیشه. اگر قبلا گفتیم که این پروتیز انزایمی است که به خاطر دفاع از وجود توسط حجرات سیستم دفاعی تولید میشه. اگر این ساحه را اینجا درست‌تر ببینیم، این قصبت الریاس به دو شاخه برونکاس رایت و لفت تقسیم میشه، شش راست و این هم شش چپ که نسبتاً کوچکتر است چون قلب در اینجا جا داده. این هم حجاب عاجز یا دیافرام. این ساحه را اگر مطالعه میکنیم تحت میکروسکوپ، respirators unit یا واحد ساختمانی و وظیفه‌ای شش اگر میبینیم، اینو تو یک ساختمان داره. این شد respiratory duct. respiratory bronchioles، نه duct، respiratory bronchioles. اوکی، در respiratory bronchiole اینو تو شاخ شاخ میشه به alveolar duct. این شد alveolar duct، پایپ کوچکی که به کیسه هوایی دیگه داخل میشه. alveolar duct. و هر پایپ به یک کیسه هوایی، به چندین کیسه هوایی متوصل است. این شد کیسه هوایی یا alveolus. داخل از اینا را میگه، اینی ناحیه را میگیم انترم. تمام از الویولای دو سه تا کیسه هوایی را میگیم الویولای یا جمع الویولس و تمامش به نام اسینس یاد میکنه. اسینس. درست؟ خب از سیگرت دور نریم. مواد مضر و مدهشی که در سیگرت موجود است، اینا بالاخره سبب شد که انزیم به نام پروتیز تولید شود. پروتیز مجموع یک دسته از انزیم هاست که انزیم هایی که در اینجا باید مطالعه بکنیم و بیشتر مورد بحث ماست.
اجزای پروتئیز که یکیش الاستیز نام داره، الاستیز، و انزیم دیگهش هم کلیجنیز. اینا انزایمایی بود که توسط وجود خود ما تولید شد. خب حالا تولید شده. انزیم الاستیز چی میکنه؟ در دور و بر کیسه های هوایی ما این تو مواد موجود است که نامش هم الاستین است. الاستین. چرا مواد الاستین خداوند در کیسه های هوایی ما گنجانیده؟ تا خاصیت انعطاف پذیری یا الاستیک ریکایل به شش ما بده. الاستیک ریکایل یا ریکایل الاستیک. چی معنا؟ اسفنج وقت فشار میتیم تحت فشار کوچک میشه، وقت فشار بر میداریم دوباره انعطاف میکنه به حالت قبلی خود. اینی نوع معضله در شش ماه هم به صورت نورمال جریان داره. خب وقت الاستیز تولید شد میایه و این مواد به نام الاستین از بین میبره، صدمه میرسانه. وقت الاستین از بین رفت دیگه شش بازو بسته نمیشه. وقت بازو بسته نشد دیگه تنفس صورت نمیگیره یا نفس تنگی به وجود میه. امی وضعیت ما میگیم امفایزیما، توسط سموکینگ یا توسط سیگرت، قیلون، چرس و چلم توسط اینا به وجود آمد. بدبختی چی است که ای ایرریورسیبل است. اگر به وجود آمد دیگه به وجود آمد. ایرریورسیبل. چی صورت میگیره وقت الاستین از بین بره؟ خب کیسه هوایی را اگر مطالعه بکنیم ای یک کیسه هوایی است نورمال. وقت فایبرهای الاستین از بین بره دیگه ثبات از این کیسه هوایی از بین میره. اینو تو شل میشه. مثل که یک جراب نو کونه را در نظر بگیریم. جراب نو کونه نو خیلی خوب میچسبه به پاهای ما، ولی اگر کونه باشه دیگه شل میشه، مفته. اینجا الاستین فایبر از بین رفت و بیشتر ایش ساحه دیگه مثل اسفنج باز بسته نمیشه، شخ ماند. اکسیژنی که از محیط میایه توسط تنفس کش میکنیم، اکسیژن میایه. در مقابل کربن دی اکساید از خون وارد میشه به کجا؟ به داخل کیسه هوایی. اینجا دیگه حرکت در کیسه هوایی نیست، کربن دی اکساید نمیتونه به داخل بیایه. وقت نامد در خون زیاد میشه، هایپرکپنیا. تکلیف است که توسط ازدیاد کربن دی اکساید در خون به وجود آمد که بازم ریشه در سیگرت کشیدن داره. از طرف دیگه اکسیژن نمیتونه به داخل به خوبی به داخل کیسه هوایی بیاید چون بندش ها موجود است. در اینجا قبلا گفتیم که بلغم تولید میشه. وقت بلغم تولید شد هایپرپلیزیا صورت گرفت دیگه نمیتونه که به درستی اکسیژن بیاید. هم اکسیژن در داخل کیسه هوایی کم میشه که را به نام هایپوکسیا یاد میکنیم و هم اکسیژن در داخل خون کم میشه که را به نام هایپوکسیمیا یاد میکنیم. همه از اینا توسط سیگرت به وجود میاد. هایپوکسیا، هایپوکسیمیا. در پهلو این که سیگرت چگونه میتونه سرطان ها را به وجود میاره براتون مختصرا معلومات میتونم. اگر در موردش روزها و سالها گپ بزنیم سیگرت همه قدر مضر است و تکالیف بیشتری را به وجود میاره. هاو سموکینگ یا کشیدن سیگرت و قیلون چرس سرطان سبب میگرده. قبلا گفتیم که اگر بار بار تنبیهات صورت بگیره، الرژن یا سموکینگ یا ما وجود خود بار بار تنبیه بسازیم توسط سیستم دفاعی که تولید کنه میوکس یا بلغم. توسط چی؟ توسط حجرات به نام گابلتس. در کجا هستن اینا؟ گابلتس در مخاط سیستم تنفسی ما قرار داره و غدواتی که در زیر مخاط موجود است به نام میوسین گلند یا میوسینس گلند یا مواد میوکس گلند غدواتی که خلط یا بلغم تولید میکنه. اگر بار بار توسط سیستم دفاعی تنبیه شد و اینا هم بیشتر چی تولید میکنه؟ خلط. ای از یک طرف سبب بندش میگرده، ابسترکشن به وجود میاره، نفس تنگی را به وجود میاره و از طرف دیگه تولید کننده ها که عبارت از ای حجره گابلت و غده به نام میوکس است، اینا هایپرپلیزیا و هایپرتروفی را به وجود میاره. یعنی حجرات در تعداد زیاد میشه و غدوات در سایز خود زیاد میشه.
که نباید صورت بگیره. هر نموی خود سر به خود هر نموی سر به خود سرطان به وجود میاره. بالاخره دوام از این وضعیت باز بار سیگرت و الرژین میایه و بالاخره کلانی و ازدیاد صورت گرفت. اگر دوام کنه این وضعیت دیسپلیزیا و متاپلیزیا به وجود میاد. دیسپلیزیا و متاپلیزیا خلاصه این حجرات دیگه از کنترل سیستم دفاعی بدن مبرایه، سر به خود نمو میکنه، سر به خود تولید میکنه، سر به خود مجراهای تنفسی را میبنده. همین سر به خودی را ما در اصطلاحات طبی به نام تیومور یا تومور یاد میکنیم و بیشتر هم تومورهایی که در جهاز تنفسی به وجود میاد مالگننت یا خبیث هستند یا عمویی که در جامعه ما برش اطلاق سرطان میشه. سرطان یا کنسر. امیدوارم که در مورد سیگرت یک کم تنفر برتان ایجاد کرده باشم. معالجه خیلی ناوقت است، باید وقایه صورت بگیره در مقابل سیگرت. ممنون، امیدوارم که مفید واقع شده باشه.